سلام خدمت همراهان مجموعه مبتکر اندیشان. در این جلسه تصمیم داریم در مورد معرفی کود فروتست اسانس بگیریم. تولید شرکت مبتکر اندیشان توضیحات مختصری خدمت شما ارائه بدیم. کود فروتست در دو زمان مصرف میشه. موقع اول بهار در زمان تورم جوانه‌ها و موقعیت دوم در زمان پایان تابستان وقتی که باغ تخلیه شده و هنوز خزان نکرده. بهترین زمان مصرف در بهار زمان تورم جوانه‌هاست که کمک میکنه مواد غذایی سریعا به گیاه برسه. دومی هم در پایان فصل تابستان برای جلوگیری از سال‌آوری است. و اما اگر از فروتست استفاده نکنید برای باغ شما چه مشکلاتی پیش میاد؟ تعداد گل کمتری تشکیل میشه، کیفیت میوه کمتره و احتمال ریزش به زیر درخت بیش از حد است و اگر در پایان فصل کار نکنید احتمال زیاد سال بعد درختتون سال‌آوری برمی‌داره. پس به تمام کشاورزان توصیه میشه در این دو مرحله حتما از فروتست استفاده کنید. فروتست فقط برای باغ‌ها نیست. شما هر گیاهی که گل میده و میوه تولید میکنه باید از فروتست استفاده کنید. در سبزیسازی پس از گل دادن برای تشکیل میوه‌ها حتما مهم و ضروری است. همچنین حتی در گندم و برنج. چرا؟ چون غلات هم در لحظه‌ای که نیاز به گنده‌افشانی دارن نیاز به آزوت، روی و بر دارن که ما توصیه می‌کنیم حتما از این محصول به دفعات استفاده کنید.